اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب و کتاب انسان ها نزدیک شده، اما آنها در غفلت و بیخبری قرار دارند. آنها در طاغوتیت و سرکشی قرار دارند. آنها از الله نمی ترسند. آنها میگن قیامت دوره، همی که انسان بمیره، همی که اسرائیل بیایه، همی که انسان در سکرات موت قرار بگیره، همین قیامت برای انسان. من مات فقط قامت قیامته، هر کس بمیره قیامتش برپا است. امروز ما چقدر افراد و جوانهای داریم از دست میدیم خواهر و برادر مسلمان. برادری همین چند روز قبل در یکی از محافل یا کنفرانس های اسلامی بود، جمعی از علمای بزرگوار حضور داشتن، من شرکت کردم. به کنار من نشست، سخنی برای من بیان کرد. گفت شما این موضوع را به عنوان احساس مسئولیت نموده از طریق منابر بیان بکنیم. گفت در همین سالی که به اصطلاح بگم گذشت یا اوایل سال، ستاره افغان طاغوتیان یک زن شده ستاره افغان، این لقب دادن فخر زنان افغان ستان، العیاذ بالله من ذلک. که من میگم این به والله قسم از این منبر رسول خدایه، از اینجا قسم یاد میکنم که این فخر نیست، به والله قسم ذلت خاریه، زبونیه، به خدا برای همه شرم ساریه. این بدبختی دنیا و آخرت هست. این سمبل زنها و الگوی زنان افغان ستان قرار دادن، به خاطر که امسال در این ستاره شیطان یک زن بزرگ شیاطین شده. من این را میگویم جالب مسئولین در کنار مسئولین برگزار بشه، که صدایی که بالا بشه، که گوش شنوایی که شنیده بشه. عزیزان من، این چی ذلته، این چی خاریه، این چی بدبختیه برای من و شما. این مسئولیت ما نیست. آرایی که به اینها داده شده حساب کردید به چی میلیون افغانی رسیده؟ کی رای داده؟ همین مردمی که فکر و اندیشه و تعمق نمی کنه. شده یک زن ستاره افغان زنهای مسلمان، العیاذ بالله من ذلک. پناه از شیطان بزرگ پناه میبرم به پروردگار. این لقب نعوذ بالله بده برای خواهران و مادران ما و تو داده. ما و شما میشینیم با چت چت کردن کفایت نمیکنه. اینها را کی حمایه میکند؟ اینها کیا هستند که اینها را به اصطلاح حمایه وزیر کنترل خود قرار میدهند؟ با اینها کی رأی میدهد؟ پیش رسانه ها کی می نشیند و اینها را نگاه میکند؟ به صحرای محشر به والله قسم همه ما و شما مسئولیت داریم. روز قیامت جواب خدا چی میدیم؟ روز قیامت جواب رسول الله چی میدیم؟ جواب عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، الگو برای مسلمانان و زنان دنیای زنان مسلمان. عایشه بگه چادر مرگ گذاشتید و زن از خدا بیخبرید. الگو شده در کشوری که 99.5% مسلمان میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. این را دیگه باز ما با کجا ببریم؟ شما فکر کنید قابل هضم هست؟ آیا واقعا قابل هضمه؟ این گپ کوچکی نیست که از سرش بگذاریم. خاک شده توهین شده با کل زنان عفیف با عفت و پاک دامن این سرزمین مجاهد پرور افغانستان. خدا قسم توهین خواهر مسلمان. من متعجبم، به شگفت آمدم چرا کسی احساس مسئولیت نمی کند؟ خواهر و برادر مسلمان، بیاییم، شاید تقصیر از من و تو بوده، نشستیم خلاصه حمایه کردیم، تبلیغات مثبت علی آنها برا انداختیم، شاید گناه از ما بوده. آیا میدانی یک مسیجی که فرستادی، پیامی که فرستادی، رأیی که فرستادی، آیا میدانی چی معنا میده؟ یعنی تایید کردی با همه حساب و کتابش. یعنی گناه و معصیت را تایید کردی. واضح بگویم، یعنی گفتی این معصیت و این گناهانی که اینها انجام بدن مورد تایید من مسلمان کلمه گویی لا اله الا الله محمد رسول الله. خودتو فکر کن، دیگر از این بیشتر من نمیگویم.
خواهر و برادر مسلمان، از مسئولین خو گلایه نیه که میدانیم گپ به کجایه، اما گلایه از من و تو مسلمان هست که می نشینیم پیش این رسانه ها و پیش این برنامه ها که باعث گرفتن عفت و آبرو عزت خواهران مسلمان ما بشیم.